فکر میکنی اگه قلاب فرو بره توی پوستت میتونی بدون فریاد زدن راه بری؟ توی هند و مالزی هزاران نفر با رضایت این کار رو انجام میدن. نه برای نمایش، بلکه برای ایمان. تو مراسم تایپوسام مردم بدنشون رو با قلاب و سیخ سوراخ میکنن. بعضیا چند کیلومتر رو با بار سنگین روی بدنشون راه میرن و باور دارن که این درد اونا رو به خدا نزدیکتر میکنه. میگن الهی موروگان به اونا قدرت میده، قدرتی که درد رو بی‌معنی میکنه. و بدن فقط این وسیله است برای نشون دادن باور. برای خیلی این مراسم یه تشکر یا یه نذره، ولی برای بعضیا شروع دوباره است. اگه میخوای بدونی پشت این باور عجیب چه داستانایی خوابیده، ویدیوی کاملش رو توی کانالم ببین. شاید نگاهت به ایمان عوض شد.